خب سلام دوستان، این درس سیوم ما است و در درس سیوم ما امروز ما چگونه تغییر متن را در برنامه می‌آموزیم. تغییر متن چون این صورت میگیرد. برای مثال ما کریاتیو ویژن 1 همین متن را انتخاب میکنیم، یک بار در بولایش زیر میکنیم. سپس ما در قسمت پایان من این کنوپکه های کبود با رنگ کبود نشان داده شدند. اینها چی معنی دارند؟ یعنی edit تکست معناش که یعنی که با تکست کار کردن، مثلا تکست رو پاک کردن، کم و زیاد کردن، علاوه کردن و دلیت کردن. برای مثال من از نشون میدم برای شما. ما همین edit تکست رو زیر میکنیم. من اما میتونیم کریاتیو ویژن 1 رو انتخاب کنیم. و میتونیم این رو با واسطه زیر کردن من این کنوپکه تازه کردن تازه کنیم. با میتوانیم که در جای دیگر متن نویسیم. برای مثال تکست یک با دان زیر میکنیم. من چه تغییری افت. اکنون بعد این edit تکست اینجا با یک کنوپکه دیگر است. هنگام این را زیر کردن متن ما تغییر می یابد، برعکس می گردد. یک بار زیر میکنیم، تکست یک نوشته شده است. وقتی زیر میکنیم متن برعکس می شود، یعنی چپنه. با یک بار زیر میکنیم با راست می شود. در این پایان من یک کنوپکه دیگر هست. این معنیش کپی کردن متن است. من زیر میکنیم متن دو نسخه می شود. من دو تا تکست یک شد. اکنون بعد کنوپکه کپی در اینجاش من یک تا دیگر این کنوپکه دیلیت است. دیلیت یعنی دلیت کردن. برای مثال ما همیشه باید که یکی از این متن ها رو حتما انتخاب نموده بعد با آنها عمل ها رو اجرا میکنیم. فرض کردیم تکست یک رو ما انتخاب کردیم، پس کنوپکه دیلیت رو زیر میکنیم، یعنی او دیلیت رو. متن باید او دیلیت شود. متن او دیلیت شد. اگر ما خواهیم که متن او دیلیت شدهمون رو باز برگردونیم، در قسمت بالا یک علامت استرلکه به طرف دست چپ روانه شده است. این رو یک بار زیر میکنیم. من با متن او دیلیت شدهمون با در جایش اومده پیدا شد. این کنوپکه دیگر باشد. بعد کنوپکه دیلیت هنگام زیر کردن این متن چپنه می شود. یعنی این دفعه چپنه از پایان به بالا. با یک بار دیگر زیر کنیم راست می شود. هنگام زیر نمودن مشاهده کنید از پایان به بالا چپه می شود. با یک بار دیگر زیر می کنیم با راست می شود. خب اکنون
این کنوپکه های ضروری هستند هنگامی تحریر متن. ببینید معنی استریلکای بالا معنای به بالا بردن متن را دارد. مثلا تکست یک رو وقتی ما انتخاب میکنیم در داخلی رمکت جایگیر می شود. ببینید ما استریلکای بالا را زیر میکنیم متن بالا می رود. اگر استریلکای پایان را زیر کنیم پایان می رود. اگر طرف چپ را زیر کنیم چپ می رود. اگر طرف راست را زیر کنیم راست می رود. من اینجا کنوپکه های اساسی تحریر متن را ما نشان دادیم. بعد برای انجام شدن کار ما من اینجا کنوپکه دان است، یعنی انجام شدن کار را میفهماند. ما دان را زیر میکنیم، اینها یعنی که جابجا میشوند. خیر دوستان، تا درس دیگر، درس 4.